این خوگ بیابانی هزارها طفل شهید کرد، میلیون ها را در بدر کرد. میفهمین؟ شما دیدین همه اینا. در این عصر و این تکنولوژی پیشرفته زود باور نشویم، اما خودی کانال های یهود اعلان کردن، یعنی تصدیق کردن که این خوگ بیابانی مرد است. آهی مردم غزه میگیرد. خوگ انشالله خار و ذلیل هستید. هر کسی که از قفوی ترم هست. ثانیه و دقیقه الحمدلله خوشحال شدم، یعنی خبرهای خوش که خودش خوگ بیابانی، زنش، وزیر دیفاعش یک جویا مرده بودند. خب کانالایی که هستن کمی هم باشند و باوری هستند اعلان کرده هستند که واقعا مرده بوده است. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار در سامانه های اجتماعی رسم و نوارهای عاید مرگ بنیامین نتانیاهو چرخ میزند. آیا بنیامین نتانیاهو در حقیقت وفات کرده است یا اینکه نه؟ تا کدام اندازه این خبرها حقیقت دارد؟ دوستان، از همه شما احترامانه خواهش نوار را تا آخر با دقت خوب تماشا کنید و پیش از شنیدن این خبرها در زیر نوار لایک مانید و فکری خود را عاید این موضوع در زیر نوار و در کامنتاریا نویسید. السلام علیکم، امیدوارم شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان، کسانی که همین نواری ما را تماشا دارید، خداوند از شما راضی باشد و نوار را با دقت تا آخر خوب گوش کنید. درباره مرگ نتانیاهو، البته امروز در سامانه های اجتماعی نوارهای چرخ میزند که گویا بنیامین نتانیاهو را از داخل خرابه ها بیرون میآورند. این خبر تا کدام اندازه حقیقت دارد، تا کدام اندازه درست است، خواستیم در این مورد بر شما معلومات پوره و معلومات دقیق بدهیم. البته امروز در سامانه های اجتماعی نوارهایی میبینیم که با یک رسم انسان چی کارهایی نمیکنند و این چنین شما را میتونند که از رسم شما فیلم بردارند. یعنی این همه با طریق ذهن صنعی آماده کرده می شود و بعضی نوارهایی هست که در حقیقت او را انسان وقتی میبیند میگوید که بنیامین نتانیاهو را از داخل خرابه ها بیرون آوردند و طاقت کردن نتوانست، دیگر برداشت نکرد و از دنیا گذشت. با سبب زیاد بودن سامانه های اجتماعی، شبکه ها در اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، فیسبوک و اینچنین در صفحه رسمی توییتر بعضی خبرهای هست راستی هر گونه خبرها می شود. بعضی خبرهای هست که انسان وقتی میبیند خبر رو میخوند میشنود میگوید این غیر ممکن است. آخر ما در خبر دیگر شنیدیم که مرد، اما در این خبر زنده هست. با این مقصد و با این نوار چی گفتنی هستم؟ خبرهای هست که با سبب زیاد بودن شبکه ها انسان یک خبر مهم را برای خود تصدیق و دقیق قبول کرده نمیتونه. این چونین در صفحه رسمی پسر بنیامین نتانیاهو خبر نشر گردید که پدرم زنده است. یعنی که درباره این بنیامین نتانیاهو گپ میزند، میگوید که پدرم زنده است و به خاطر کم آرام شدن و استراحت کردن این حال به اروپا سفر کرده است. یعنی که در حدود و داخل اسرائیل نیست. آن خبرهایی که شما عاید پدر من میشنوید و پدر من میبینید، اینها همه با طریق اینتلکت صنعی، یعنی که با طریق ذهن صنعی آماده کرده شدند که گویا که در آنجا پدرم را از داخل خرابه ها بیرون می آورد. و اینچنین دوستان، موضوع اساسی یعنی که خبر اساسی همین است که حالا عمیق و دقیق نیست که بنیامین نتانیاهو مرده باشد و ما انتظار مرگ همین بدبخت هستیم، ولی خبرهایی که عاید همین موضوع ها نشر میگرده از همه شما خواهش
زود باور نکنین، زود برای خودتان صدقاً تصدیق قبول نکنین، جستجو کنین، زیرا سامانه ها شبکه ها خیلی زیاد است. ما نمیتونیم که از کدام شبکه خبر مهم رو، یعنی که خبر اساسی اصلی واقعه رو برای خود قبول کنیم. این خبری که من به شما رسانیدم از خبر صحیفه رسمی زمانه عضو ازبکستان نشر کرده شد و چیزی که خبر بود ما بر شما گفته گذاشتیم. باقی انتخاب در دست خود شما هست که مقصد چه خیلی برای خودتان قبول میکنید. حالتهای میشوه انسان وقتی گفت چه خیلی که در اول گفتیم، حالتهای میشوه با سبب یک تماشای ذهن صنعی فکر میکنیم که این بدبخت الکی مرده است و شاد از آن میشویم که کی این بدبخت میمیرد و مسلمانان کمی هموشد شاد شود. شادترین زیادترین شادی را مردمی فلسطین دارد. دوستان، ما اویدی خبری که ما شنیدیم بر شما رساندیم و بیایید با همدیگر دعا کنیم که پروردگار این مصیبتی که بالای دیگر دولت ها آمدند و بالای ایران آمدند این مصیبت را زودتر دور کند و بگذار دولت ما تاجیکستان ما دائما چنین تنج آرام صلح و ثبات پایان نباشد. بر همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.